استفاده از راه‌های خطرناک و غیرعادی برای فرار از خدمت در ارتش اوکراین که در جنگ با ضد روسیه به نیروی بیشتر احتیاج پیدا کرده است. این جوان را با لباس زنانه و شناسنامه خواهرش دستگیر کردند. وقتی مرزبانان او را دستگیر کردند به تکرار پای فشاری داشت که زن است. او را در نهایت به جوابگری کشیدند. با گفته خدمات مرزبانی اوکراین از سال 2022 30 نفر وقتی گذشتن از رودخانه‌های پرتلاطم و خروشان هلاک شدند. آب سرد، مجرای سخت و موج‌های بلند کار خود را می‌کنند. انسان یا از هوش می‌رود و یا در حالت شوک می‌افتد. گروه دیگر سعی می‌کردند با سندهای ساخته از مرز بگذرند. از این موردها فقط در ولایت لوو روزانه تا 10 مرتبه ثبت می‌شده است. بیشتر ورقه های ساخته آزادی موقتی از عهده‌داری نظامی، ورقه بیماری و تولد فرزندی نو در عائله استفاده می شوند. گروه دیگر می‌کوشند از درون جنگل و کوه‌ها فرار کنند. برف در کوه‌ها تا میانه‌های ماه ایون میماند. خطر ترمت در بعضی جایها وجود دارد. اگر شبانه حرکت میکنید باید چراغ نگیرید چون شما را میبینند. در این حالت ممکن است از شاخ بیفتید. سال 2023 بر اساس اطلاع دادگاه عالی اوکراین 930 جوان و مرد را برای سرپیچی از خدمت در ارتش به جوابگری جنایی کشیدند.